تیپه بله برای چی میگردی؟ سیمارو برای سیمارو؟ آه تو خجالت نمیکشی؟ سیمارو که من اینجا قایم میکنم که کلون چه تو میگیری اینا رو میکنی؟ آه استاو من چی میام میگردم بس اینجا میگم سیمارو به کجا تو اینا رو میکندی؟ آه دیگه تو نبینم سیمارو رو میکنی بفهمیدی؟ بده بده تیز تو همین جیستا جاگه من نرفتم بخورم برو بخورم بیار من به اینجا ایستادم چرا گریه میکنی؟ ها؟ هیچی میشتم قلب بازم چی خاطر زد تو؟ بای سیمارو بخون میشیدم میگن تو چرا سیمارو هم میشینی این خود کله گنده خاطر بزن با کجا زد تو؟ ترجیح میدم اول سیمارغای بکشی بود که برفتی بکنی تو بیدی میگه اخورتگی اینا کارم کدوم با تو میای میکنی با کجا تو بزن؟ با کرمم با بکس زد که تو رای بی کن آخه با تو که گو که تو برا سیمارو بیا که بره خودم یک وجب خط خود سال بم 12 و میایم سیمارو گار میکنه ما بابالی از اینا همه پوخه پیش میپیشم این میای همه سیمارو گار میکنه نگاه کله گنده بله مانم چه نواسه من میزنی؟ خوب کار میکنون چرا سیمارو ها چرا میزنی؟ آنه رو چرا میزنه چرا میزنی؟ ها؟ یلا کنین کرده من خوب کار سیمارغا میکنم بکشی بودی باشه برو ما پیار خوب برو با پیار خو کله گندیر سایکو الله چرا گرم نکنی؟ بابا ما اون امروز مربع چرا زدم بده تو؟ خاطر کمی نواسی و سیماروگایی که ما بالی اینا پوخه پوشونده بودم بیامد بچین گفتم چرا پوخار میچینی به میگه با تو چیربه زدم با بره بابا خوب بیاد دو بیام مر بزن اون بیا باری پشت به خودی قبل بده بله بگی من میرم همین پل دیگه خود بده پل دیگه بده حالی من میرم اون روز خدا مادر رو بدن من دم پره میری چی ها بابا میرم خوبه بدم بله ها میرم بله خیریت جنگیر خان خیر و خیریت تکجر خان فرمایشی بود بابتم موتر آمدم به اینجی پس به کجا؟ برو تقله بیام درسته برم بچه بله مشکل چیزی نداره نه برار هیچ مشکلی نداره اسناد میتو پخته همه کارهای ردیفه خوب جنگیر خانی چندی بگفتی موتر که من خود برادرها گپ زدم سلک دیفه من خود از اینا گپ زدم کجر خواه سلک نمیارزه جنگی اونی پورا دیدولک بیشتر نیه میدیم بدیم نمیدیم بریم خیر بریم موتر اسناد داره موتر مشکل نداره درسته گپ تو دولک گردشی بیشتر نیه میدی بدی نمیدی به خیر بری حالا به خاطر اینا پیش ما که مواد برده
الان اینام خب به مواسطه حال میگم ما پول نداره. همین موتر بیاوردم، موتر ما خود از اینا گپ زدم به سلا. جنگیر خان و بگرفتون گپاتو تو چی میگی؟ مدام من با تو بگفتم از دولک بیشتر نمو. جنگیر خان چای میخوریم به خدمتو. نه خیر بی کجل خان. بم جام شما شد بم دولک. 1 لک کرمه میدم. کاکا به سر من نه نگذار. اردیش موتر تو دولکه. بیشتر دیگه. میدی بدی نمیدی برو کاکا خیر بری. چرا اعصاب خود خراب میکنه اعصاب کجل خان؟ خراب میکنم تو دیگه با بیشتر به سر من نه نمیدی. منتی نیه. بم با جام شما شد خلاص. صحیح خلاص. دب خلاصه دیگه. بگذار. چی؟ سوی چیو؟ آقا چی میگم جونده؟ چکاره؟ چکاره خاطی از پولی سیماروقه میگو ها خاطی از پولی سیماروقه میگو تو صبر کن که من خودت تو گپ کن من خودم تا کجا ساخت من خودم تو رو یک کارو هیچ کاری میکنم نمیکنم تو نه برو ها تو بگو هیچ کاری نمیکنی ها چرا نوشته من مزا چرا این بابا سیماروقه جونده استورو ما تو چی بودی؟ بابا تو نمیتن. بخی دیگه. بخی برو. بده. نمیرو. هیچ کار نمیرو. نه دیگه برو. برو. بخور دیگه. برو دیگه. شرمی. بلای باد. برو. بده. ای. برو دیگه میگم. نمیرو. برو دیگه. نمیرو. برو دیگه. نمیری ها نمیرو میفهمی برو نمیرو نه تربیت مشترک میکنم مردم گریه میکنه خیلیتیه تو هم یک مشابه بهم روی پینک ندار کن مشتک سنگ یلا کجا برو دیگه یلا کجا من نمیرو یلا کو نمیری نه نمیرو تو هم یک کارو هیچ کاری نمیتونی بکنی نه گفت برو دیگه نمیرو برو ماما شاگرد میزنم تو نمیرو خون بجی شما ده نمیرو برو میگم نه برو دیگه بده خدا خبیگو تو نماده تو تکشه ولی میخدی ها ولی میخدی خدا نمیگه بگه برو یا خبیگو تو بچه تو میده پیششه لا اله الا الله محمد رسول برو دیگه نمیرو مرگ نمیرو چرا بچه نمیزنی چرا دار بچه نمیزنی چرا بچه تو نماسته مرتده بچه نامردم گرفتم هیچی نمیم برو دیگه نمی ترک ندی بکو ترک ندی برو دیگه هیچی نمیرو خدا بر روی عقبی خو تو بچه تو خیلی خیلی برو بده برو دیگه یا پتی خوب رک کرگنده یا برده برو بده کنه کناسی برو دیگه هنه زبان میزنی میگو اول رخشوی دیشتی تو هم در جنگ و جنجال میگیم نشیدی که من ماستم بزنم اینجی نه ها جارو جنجا همه هم اینجی یک وقتی بابو بجی کجا میری بیا که تو کار دارم چی؟ آخه بابو جنگ و خزر بجی مرگ بچه جنگ با کجاه ما شاگرد 3 ساعت نشونجی جنگ میکنی خبر نشدی من گفتم اول جنگ جهانیه بارکلا گنده برو برای کار خورو چرا میزنی؟ نه با تو که گفت برو از سیمارغ برو شما و بیبی ما گپا خویا که کنیم با ما برات خوراک رای کنی هر دم ما برات سیمارغ رای میکنیم دار میدیم اگه سیما مخلطی کد با نمیفهم شما کی دیگه خب ایتا کلون شدی که سیما تو شرطی میکنه کن تا گوشت زنو بخی پرگه پینک برو یک ترمون چای من بسو بیاره بده هم خودی اگه جان قصد خوال بیشت کلون شدی به تفتر کلمه جنگیر خان ما از توی توقعی نوشتو که 4 تا آدم ناشناس بیاری به قرارگاه می تشویش نکن کجیر خان
اشته تشویش نکنو تو چی حق داشتی که بیاری؟ اونا از خودم کجل خان از خود اینجا هیچ کس از خود نیه. این کاربار ما به از خود و ناخودی کار نداره، به شناس و غیر شناس کار نداره، همه کارا ما خپ چوبیه. کجل خان من میفهمم یک چیزی. هیچی نمیفهمی؟ میفهمم اونا از هیچی خود تو عقل نداری. باش که تو عدم کلون داری. کلی خوب کاری که جنگیر خان و فهمیدی این کارا به شوخی نمیشه. دیگه بار اول و آخر تو با چادمای ناشناس من داری بیاری به جای کمنو. حالا تو میسم که سیاه چل سنگ وری آرد میکنی میگذاری که من گپ بزنم یا نه؟ تو اجازه گپ زدن نداری؟ های کجل خان خود خود جلو چیشا گم کو برو خود تیر کو. بار اول و آخر تو باشه. با خودی تو هم میفهم با به چیزا اون گپ زنم. 1000 دفعه من به ای بگفتم که به جایی که اردوگاه منه کسی نیاد. خسر موتور بزده مرد من گفتم البته زن تو گفتی ناجور با مرده گریه نکن چرا خسر موتور بزد خاطر تو تا سیما رو خودش ممر بزر بچه من برفته سیما رو بالشو بخاطر سیما رو با بزر به ترگوشی حال با بوست بزده به کاخورتک بزده که صدا تو مثل صدا مرغ بری خفه شده خب برو به در سرا خوشومه خب ملیا به خوشومه بگو ملیا که خسر بنمیشه و دوخ پرزده بده خوبه هر از تو بگیرم من میگم اها کلاتو بگی برو دیگه چرا استاده ای خسر ما ملامت بیا کیر بزده نه بگیر اقبال اینا رو عدی بپوشم درست شد پاشو پاس سالخون یا هم سال اگریپه رئیس هم سلام بگو چشما خوب برای خدا حافظ نه سلامتی بعد رئیس خوبیم سلمانم بخیری سلامت باشین موادر به دست پاسخته تحویل دادیم ما رمضان امیم رو به وقچه بله باشه خدا فکرتون باشه خبری بگو خدا حافظ